اجازه بدهید که یک داستان جالبی و یک درسی مزنی به شما بگویم. جزایر کارائیب توکا یک جزیره هست که رنده معروف او به کویمادا. این جزیره هزاران ساله بومیانی هست که زندگی کنه، سرسبزد، مزارع نیشکر پر از میوه. وقتی که پاد پرتغالیان به این سرزمین کپت، داستان عوض بود. پرتغالیان یهتا تمامی جزیرهش به خاطرش که بومیان مقاومت مواجه بود بونش داد. این مسئله باعث بود که تمام بومیانش کشتن و چه سرزمینش کامل گار کردن. دیگه کسی نمونده که مزارع نیشکر سرا که ثروتی عظیمی آیه تونتی در بیاری کار بکن. به خاطرشی که این کارا دیما برن ربطن و چه آفریقایا بردگان آفریقاییش زرد آینش بیا به بها یا گبتنتش یارتنتش به جزیره کویمادا. این داستان انچو ادامه پیدا کن. هزاران نفر برده آفریقایی دیگه ادامه اند. بچه 300 سال شامده حکومت کن. تا ایشی که انگلیسیان کم کم در دنیا قدرت گیره گایتن. انگلیس براشی که انحصار تجاری پرتغالیان در این منطقه تو بپروشی، یک مأموری دیمش داد به نام ویلیام واکر. زیرک باهوش. این مأمور یهد کاری که مأمور کد بردگانی توکا یک آدم توانمند و ظرفیت داری داری گفت به نام خوزه دولورس و ایشی شروع کو یاد دیگ که چه پیما یک انقلابی اربکن، تاکتیکای رهبری، تاکتیکای نسبتا هردوکین نظامی چریکیش یاد دادن. خوزه دولورس یک جنبشی حرکت داد، انقلابی اردیکو. یه انقلاب منتهی بود بشی که پرتغالیان جزیره در کنک بودن. درس اصلی ماجرا و بخش اصلی ماجرا چه شروع بی. خوزه دولورس وقتی ملکش وقتی عملاً پرتغالیانش در کتن، یه سری نخبه های تاجر هم بوده هستن که اقلیتتن و بازینشان انگلیسی. ویلیام واکر گفت شما را گو جنگ کنه نتونی ملک اداره بکنه. اداره کنوک باید نخبگان ببن. با همین تاکتیکا آیانی عقب دادن، نخبگان قدرتی دادن دست همین جنده بتی نخبگان و انگلیسیان و ایشی باعث نارضایتی بود بدان آیانتها. تنها تغییری که بهشان اتفاق کرد چیه که اربابش عوض بود. خوزه دولورس که مبارزه مقاومت آزادی خواهانه دیمش برتگد، این موضوعش گران تمام بود، نمندش پد یک انقلاب جدیدی علیه انگلیسیان شروع کرد. ولی انگلیسیان ارتش سک منظمت، کل منطقه تو که کنترلش هستند، دیپلماسی جهانی بالاخره کنترل در همان دست آید، شان هیچ ظرفیت توانایی دیگه نیستد، سواد کافیش نیستد، بچه په برده ایتن تحصیلاتش نیستد، دیپلماسیش نیستد، اقتصادشان کامل در تحت کنترل همین نخبگان قرار گرفته. چه اتفاقی کرد؟ در مقابل ارتش در نهایت شکستش و انگلیسیانی خود را گرگ بود، اعدام کنک بود و تنها اتفاقی که ارباب عوض بشن. درسی که دمارا چیه؟ درسی که این واقع به ما دیگاهی یک ملتی که با آزادی خواهی چیز بود و مبارزه کنگاهی، آیا در کنار جنگ نظامی آیا به اقتصاد نیاز هسته؟ آیا به دیپلماسی نیاز هسته؟ آیا به دانش سیاسی نیاز هسته؟ اگر ملتی متونی و دی اقتصادا تنوع بدن، چه وابستگی استعمارگرانی تا حد امکان در بکن، امنیت و کنترل و تی دست در بیاری، دانش سیاسی ها متونی رشد بدن، این ملت به راحتی اربابایی عوض بی. ملتی که لوری قوی بی بودی پادسر گوشتی، آیا به تمامی فاکتوران برای قدرت و حکومت کنگ و برای وقتی حاکمیت ملی واقعی دست دارگ ضرورت لازم.